بس است محلچگی، ما همه یک وطن هستیم. یعنی چی است که رحیم غرمی، عبدالرحیم کلابی وای برای من پدر شی، وای برای من فرزندی پدر شی. خدای روزای سخت من دستگیری کرده. باور که خواهش دارم یک بار همون آدم ای پیش من ببینم. بگذار چونین شخصیت ها، چونین رحیم ها، چونین عبدالرحیم ها زیاد شود و همه قلب آدم خرسندی هستم که مهاجرانی که میخواهند سرحد قزاقستان را گذر کنند، من به شما توصیه می‌کنم شرکت محمد تاکسی پارک را. این برادر شما را برده با راحتی کامل برمیگرداند. نرخ‌های دسترس، امنیت و کفالت. خودی حاضر به رقم‌هایی که در روی نوار می‌بینید مراجعت کنید و حتما از نام برادرتان صدای امید گپ زنید، برای شما تخفیف یعنی اسکیتکا می‌کند. سلام علیکم اکای امیدجان. برادرانی که از نام شما به ما مراجعت میکنند، برای آنها حتما اسکیتکا و با کامفورت برده میرسونیم انشاءالله. ماشین ها در خدمت شما. زنده و سلامت باشید. آیا شما از شرکت زیارت شاپ که در شهر مسکو با طبابت گایمارید، هیجامه و تمام داروهای گیاهی برای تمام دردها خبر دارید؟ داروهای گیاهی برای معده، روده، گرده، راه پیشابدان، فربهی، خرابی، مردانگی، زنانه، برای موی سر، خلاص برای تمام دردها خودی حاضر شما میتوانید به رقم‌های در روی نوار بودن مراجعت کنید. اگر از نام ما گپ زدین برای شما تخفیف یعنی اسکیتکا میکنند. تحویل یعنی دستافکا با تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان، به شهر دوشنبه وطنی عزیزمون. امروز ما شاهد یک کار خیر و انسان دوستانه گردیدیم. صاحبکار وطنی عبدالرحیم کلابی تمام خرج انا همین کودک بیمار را به عهده گرفته و ما این را برده در بیمارخانه خواباندیم و جراحیش با سر بلند به اتمام رسید. انا ببینید کودک چقدر خوشحال است، خرسند است، یعنی که خدا را شکر که شفا یافت. این گونه کارها نه تنها جان یک بیمار را نجات دادن است، یک بیمار را خرسند کردن است، به هزارها دل امید میبخشد. باور که همین عبدالرحیم کلابی را همین خرسند شدم که هیچ خیلی برای ما پرتافته است. دو عمری دراز بودیا اکای عبدالرحیم کلابی را دختری من یاردم کرد، من آورده زور رحمت های کلان. این دختر ما ای پیرست کریم برومدیم، من بازی کرای گشته خدا را شکر. من شخصا از نام خود و از نام مادر به این صاحبکار وطنی اظهار مینه‌داری میکنیم. از آنه که سخن را به مادر دیم، یک چند گفتنی ها دارم. زیر چندین نوارها کامنت های را خواندم که بس است محلچگی، ما همه یک وطن هستیم. یعنی چی است که رحیم غرمی، عبدالرحیم کلابی این گونه نام ها میبرند. من گفتنی هستم که این محلچگی نیست. هر یک شخصیت نام و زادگاه خود را دارد. عبدالرحیم کلابی از کلاب است، لیکن دستش به تمام جایها رسیده ایستاده است، تمام دیگر منطقه ها را آباد کرده ایستاده است. ببینید که ما در خوجند آمده هستیم، این بیمار از خوجند است. یا که رحیم غرمی تمام کمبزاعت و معیوبان و بیچارگان را دستگیری کرده ایستاده است، نوابسته او در کدام منطقه قرار دارد. این محلچگی که نیست، این جلب کردن صاحبکاران است. هر شخصیت از هر منطقه که باشد جلب میکند، همون صاحبکاران را بیدار میکند، همون منطقه خود را. ما همه یک وطن داریم، تاجیکستان. وطن را شخصیت های خیرخواه با عمل های نیکشان آباد میکنند. پس نام بردن آنها برای عبرت و تشویق دیگران است، نه برای جدایی. بگذار چونین شخصیت ها، چونین رحیم ها، چونین عبدالرحیم ها زیاد شود و وطن را آباد و زیباتر گردانیم. زور رحمت های کلان. این دختر ما ای پیرست کریم برومدیم، من بازی کرای گشته خدا را شکر. یک دستی پوچکش کمک کار نکرده است. نه خیر خداوندی کریم ما اکای عبدالرحیم کلابی را دولت چه زیادت کنه و پروردگار را دردی سرش نبینیم. خداوندی کریم و جون دختری من همو خرید، چیکار میکردم؟ خداوندی کریم بسیار ترکش بتیه که در همین روزای سخت همو مورا یاردم داد. این آز خدا را شکر کودکم بهتر کمک گمی دست پاچکش کار نکره ایستاده. نمیدونم که اکای عبدالرحیم کلابی را چی بگم. وای برای من پدر شی، وای برای من فرزندی پدر شی. خدای روزای سخت من دستگیری کرده. باور که خواهش دارم یک بار همون آدم ای پیش من ببینم.
میندار گیخته وای برسونم که چه من دستگیری کرده خودم میدونم خدای تعالی هم کودکم و حالش وضبین بود من خدا را شکر حاضر خیساس خداوند کریم خیر همه صاحب کارا را عمرش و دراز کنه و تنی صحت دلی بیغم شد تیابه پروردگاری کریم دولتاش و زیاد کنه حاضر در می خونه شته می جاره خیز گفتگیان نمیدونم گجا برم چیکار کنم 60,000 سامان دارم همه یک دستگیری دیگه هم کنه یک صاحب کار در بالاش خوش میکنن نه که جایی باشه در بالاش خوش کنن یک خونه حکم بگیرن یک کاری ثواب دیگه کنن التماس هم دو تا بچه من برام وای کنم ایدسته به پراپسکاگی من ای دخترم سفیده میره مکتب قبولش نکره سودیان همه که خواهش دارم همین صاحب کارا امید کلون یکی عبدالرحیم کلابی دارم که زارا که همین نواری ما را بینه در بالای همین پلای ما خوش کنه یک خونه بگیره بتیم و اگه جای گیره فرق نداره وای بیره مونتر وای چه خیلی باشن نباشن یک خونه باشم من هر دیمی کودک ما تایتاف کنم برام به زندگی ما پیش برام گفته است خداوند کریم و اکای عبدالرحیم کلابی دولتش زیاد کنه پروردگاری کریم عمر درازش بتیاوتر نیست هر خدا همه قایم و آدم خرسندی هستم که نکی کاش نرفته باشه خداوند نجاش به درگاهش قبول کنه که بجوری دختری من خریده به خدا خدا رو شکر فرزندتون برای چی مکتب نمیرد؟ میگن همسالای این سین فیده رفته ایستادن پراپسکا مون نیسته قبولش نکره ایستادیان میجام پراپسکا نیسته میگن قبول نکره ایستادیان اوزینه وای کره ایسته گریه داره که شکران جان چی با مکتب نمیری ها؟ خونه نداریم برای همون وای نمیکنن خیر خداوندی کریم زارو که پروردگاری کریم رحم یک تا آدم بیایه و صاحب یک کلبه مکنه پروردگار همین 60,000 دارم در بالاش خوش کنن یک 60,000 از کجا جمع آوریش دیگه است؟ 60,000 بیستش ایمی بگیم ایمی اکای عبدالرحیمی کلابی زیده چی موندگی بده دکتر ارکنومی کرم کمکه که ویوش یعنی دختر غمخوری کرد و ارزونتر کرد ها کمتر ارزونتر کرد خدا برکت شما بتا ها خداوند خلق برکت بتیار صاحب کرو رو برادرای عزیز بیاین سرجمانه میشویم من از خود شهر وحدت با خوجند این دوم مرتبه آماده ایستادم به خاطر انا همین خواهرک ما انا این اپای ما که در یک شرایط بسیار وزنین قرار دارند بگیم که در کوچه موندن خطا هم نمیکنیم سرجمانه شویم دستگیری کنیم همین اپا در یک کلبه هم که باشد از هر منطقه‌ای که باشد یا یگان صاحبکار خیرخواه باشد فرق ندارد در کجایی که باشد یک کلبه برای همین اپا تقدیم کنند اپا از خش توار و از همسایه و از همه جمع‌آوری کردگی است همگی با نرخ 60,000 سومان دارد در دستش اگر یک قسم دیگر سوم همین رو ما سرجمانه شویم و دستگیری کنیم و یگان صاحبکاری باشد دستگیری کند و یک کلبه به خاطر انا همین دو تا تفلکی که دیگر در نزد ما میبینین او خواهرک ما همسالای اونها امسال صنف 2 میروند اما این خواهرک ما با مکتب نمیروه هر بار همونا رو ببینه و چجان مرا لباس مکتبی گی من با مکتب میرم من با مکتب میرم این اپا را این خواهرکا را دستگیری کنیم تا اون خواهرک ما را مکتب شه بخونه این اپای ما یک سرپناه پیدا کند و این فرزنداشون را نگاه بکنند ما دعا میکنیم که چنین شخصیت ها را هیچگاه خداوند از این دنیا نبرد هیچ وقت و صفشون را زیاد کند و این گونه وطن ما را آباد و زیبا گرداند غمخوار انا این خواهرکا و مادرای کمبزاعت معیوب و بیچارگان بگردند بیاین برادران سرجم میشیم یک جای دستگیری میکنیم ما امید دارم که این اپا مونده خواهرکی مونده یک کلبه آماده خواهیم کرد خدا نگهبانتان